توجیکستان کرامتالله جابورов که برای یک پرانک نوجو در موضوع کرونا ویروس در مسکو به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده بود، بعد یک ماه صدور حکمش از حبس آزاد شد. او 19 ماه را در پایتخت روسیه در پشت پنجره به سر برد. ادوکات او رمان شخمانوف به خبرگزاری تاس گفت جابورов آزاد شد چون که نه دادستانی و نه متروی مسکو که در این پرونده همچون جبر دیده میگذشت از حکم شکایت نکردند. حکم موکل من به اجرا درآمد و او آزاد شد. دادگاه نویای پرسنی شهر مسکو روز 2 آگوست کرامتالله جابورов را که 2 فوریه سال 2020 در متروی مسکو در موضوع کرونا ویروس پرانک نوجو کرده بود به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. دو شریک او شهروند روسیه ملیخوف و ایلیچینکا که به فرق از جابورов نه در حبس بلکه به شرط بیرون نرفتن از محله زیست در آزادی قرار داشتند، با حکم شرطی خلاص خوردند. شخمانوف گفته بود که کرامتالله جابورov گناه را پورا به گردن گرفت و با نظر داشت مولتی که او در سزا قرار داشت او را میتوانند الکی بعد 3 هفته یعنی تا پایان ماه آگوست آزاد کنند. البته اگر دادستانی یا مأموریت متروی مسکو از این حکم شکایت نکند، از طرف خود ما از این حکم شکایت بردنی نیستیم، گفته بود رمان شخمانوف. یادآور میشویم روز 2 فوریه سال 2020 5 جوان از 17 تا 25 ساله 3 شهروند روسیه، یک زاده قرقیزستان و یک زاده تاجیکستان در واگن متروی مسکو که از ایستگاه پلیژافسکایا به سمت ایستگاه اولیتسا 1905 واگودا حرکت داشت مردم را به کرونا ویروس ترسانیدند و در بین ازدحام تعلقه انداختند. به ضد پرانکرها اول با قسم اول ماده 213 کودکس جنایتی روسیه افباشی پرونده گشودند، ولی سپس اتهام آنها را به قسم دوم ماده 213 یعنی افباشی گروهی عوض کردند.